سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سارا میخوام یه نکته رو بهتون بگم راجع به رضایت‌نامه یا فرم تتو قبل از انجام کار. ما به عنوان تتو آرتیست نیازه که یه سری مطالب و اطلاعات یا نکته ها رو به مشتریامون بگیم و یه سری نکته ها رو خود تتو آرتیست باید در جریان باشه. پس بهتره به خاطر اینکه ما کارمون رو حرفه‌ای‌تر و با لول بهتر انجام بدیم و رضایت مشتری برامون حرف اول باشه و سلامتش و نکاتی که بعد از تتو باید رعایت بکنه و اطلاعاتی که نداره و شاید اولین بارش از این کارو داره انجام میده بدونه. این ویدیو رو که دارم ضبط میکنم واسه چنل یوتیوب سر پروژم برای منم فرصت و غنیمت شمردم که بیام براتون یه سری نکته رو صدام گرفت بیام یه سری نکته رو توضیح بدم و حتما رعایت کنید، ببینید، انجام بدید. ما تتو آرتیست داخل ایران که داریم زندگی میکنیم یه معضلی داریم، اینکه یه سری قوانین و مقررات نداریم. یعنی هیچ صنفی نیستش که بخواد به این مسئله رسیدگی بکنه. پس بهتره خودمون توی مرحله اول برای بالا بردن لول کارمون، ارزش کارمون، ارزش که این هنر داره و دیگه مثل قدیم نیستش که همه فکر کنن تتو برای خلافکار و دزد و قاچاقچی و کسی که داخل زندانه داره انجام میشه. به خاطر همین من رفتم یه سرچی کردم راجع به فرم رضایت‌نامه های کسایی که تتو انجام میدن داخل خارج، اروپا، آمریکا و دیدم که این فرم رضایت‌نامه‌شون چقدر تکمینه، چقدر حرفه‌ایه، چقدر خفنه، چقدر درسته، چه نکات درستی رو به مشتری قبل از اینکه بیاد و اطلاعی ممکنه نداشته باشه. شاید اصلا اولین بارشه که داره این کار رو انجام میده و باید این نکته ها رو بدونه، چون برای سلامت خودش و نتیجه کار بهتر ما خیلی تاثیرگذاره. بچه‌ها من ببخشید من نمیدونم کدوم نکته رو نگاه کنم، لنز اینجاست بعد آدم‌ها هی میرن میان، بعضی موقع خودم رو نگاه کنم ببینم مثلا موردی ندارم، بعد هی این دو میپره چشام و دیدم که چقدر درسته. خب یه سری نکته ها رو باید بدونن تا نتیجه کار ما هم بهتر باشه. پس اومدم رضایت‌نامه ها رو یه سرچ کردم توی گوگل و دیدم چقدر خوبه. منم تصمیم گرفتم که ترجمهشون کنم و یه فرمتی رو درست بکنم در اختیارتون بذارم و من فایلش رو گذاشتم داخل تلگرام. چقدر گوگلیه و میتونید جای خالی اسم استودیو خودتون یا اسم شخصی خودتون رو اضافه بکنید. فایل کاملا قابل ویرایشه، خودتون میتونید ویرایشش رو انجام بدید و لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. و نکته دیگه این که حتما این نکات رو به مشتریاتون بگید و حتما امضا رو بگیرین که یه وقت دردسر براتون درست نشه. درسته که خب قانونی چارچوبی نداریم متاسفانه، ولی چه بهتر که با این کار سعی کنیم که بین خودمون، بین تتو آرتیست‌ها یه اتفاق بیفته و همه این کار رو رعایت بکنن. پس بریم که با هم دیگه این فرم رضایت رو با هم دیگه مرور کنیم، ببینیم چه نکته‌ای رو باید داخلش بذاریم، چه نکته‌ای رو باید حتما بدونه. خب بریم سراغ اصل داستان. من تو پاورپوینت نوشتم به خاطر اینکه ورد برای من خیلی کسل کننده و خشکه. قلق ورد دستم نیست. فونت رو به دلخواه خودم انتخاب کردم. همین فایل داخل تلگرام گذاشته شده، میتونید ادیتش بکنید، یه سری نکته ها رو اضافه کنید، یه سری نکته ها رو حذف کنید، هر جور که به صلاحتونه و هر جوری که برای خودتون چارچوب دارید. این نکاتی که ترجمه کردم رجوع کردم به چندین رضایت‌نامه که یک سریاش خب تکراری بود، یک سریاش نکات جدیدی داشت که بهش اشاره کرده بود و اونهایی که تو کشور ما اوکی بود رو من گذاشتم داخل این فرم رضایت. حالا با هم دیگه بریم سراغ نکاتی که نوشته شده. من بایدها و نبایدهایی که قبل از انجام تتو آرتیست برای من ارسال کرده بود و
تمام و کمال انجام دادم و تتو آرتیست هیچ گونه مسئولیتی در زمان اجرا و بعد از اجرای تتو ندارد. یه سری نکات هست که قبل از اینکه مشتریتون تشریف بیارن باید بهش بگید که رعایت بکنه. یه محتوای جدا اصلا میطلبه، داخل این موضوع ویدیو اصلا جاش نیست و از لحاظ تایمی هم زمان ندارم که بخوام بهش بپردازیم. من به طور کامل از خطرات ذاتی مرتبط با انجام تتو مطلع هستم، بنابراین من کاملا درک میکنم که این خطرات میتواند منجر به آسیب شود، از جمله عفونت، زخم، واکنش‌های آلرژیک به رنگدانه‌های تتو و مواد مصرفی تتو. من با اطلاع از خطرات احتمالی مرتبط با مراحل تتو میخواهم تتو رو انجام بدم و هر خطری از مراحل تتو که ممکن است به وجود بیاد آزادانه میپذیرم و صریحاً قبول میکنم. استودیو تتوئر سارا این فرصت را به من داده است تا هر سوالی در مورد روش و کار تتوی خود دارم بپرسم و تمام سوالاتم در صورت وجود با رضایت کامل به من پاسخ داده شده. تتو آرتیست دستورالعمل‌هایی در مورد مراقبت از تتو در زمان بهبود و نگهداری از آن را تو تلگرام یا واتساپ به من داده و من آنها را انجام می‌دهم. من تصدیق می‌کنم که اگر دستورالعمل‌ها را رعایت نکنم ممکن است تتو عفونت کند. اگر به دلیل سهل‌انگاری خودم نیاز به ترمیم تتو و یا درمان عفونت تتو داشتم، کار با هزینه شخصی خودم انجام می‌شود. و نکات خیلی دیگه ای هست که میگه من دیابت ندارم، هموفیلی، سر، یه سری بیماری ها هست نوشته شده که باید بدونید مشتریتون چه داروهایی مصرف میکنه، چه قرصهایی میخوره، اختلال ذهنی نداشته باشه، تحت تاثیر الکل و مواد مخدر و یا به اجبار، اینکه گفته شده که ذکر کردم توش که به اجبار تتو انجام براش نشده. اگه خانم هستن باردار نباید باشن، شیرده یا پریود نباشن. تتو آرتیست مسئولیتی در برابر طرح انتخابی مشتری نداره. اینا همه به صورت خلاصه دارم میگم. و اینکه یه تفاوت‌هایی ممکنه، تفاوت‌های منطقی و عقلانی ممکنه که ما دستگاه کپی 100% نیستیم که دقیقاً همون طرح بندازیم، ولی امکان داره از لحاظ رنگ و از لحاظ مقدار خیلی میگم عقلانی استاندارد یه تغییراتی با طرح اصلی داشته باشه. و همچنین اینکه به مرور زمان افزایش سن پوست، کشیدگی در برابر مثلا لباس، حموم رفتن، آفتاب گرفتن، سولار ممکنه که تغییر بکنه تتو. و یا تتو تغییر دائمیه. بعد هر گونه عکس و فیلمی که گرفته میشه بهش اجازه میدید که داخل فضای مجازی صفحش شیر بکنه. و یه چند تا همین موارد و نام خانوادگی و مشخصاتشون، شماره تماسشون و هزینه پرداختیشون امضا میکنن در نهایت فرمو و یه کادری هم پایین من گذاشتم که طرحی که میخوان تتو بکنن رو توضیح بدن که تتو من چی هست، چه اندازه هست، کجای بدن من قراره زده بشه، با رنگی سیاه‌سفیده و این نکاتی که خود مشتری روش تاکید داره. تتو آرتیستای خفن من خیلی سعی کردم که این رضایت‌نامه جامع و کامل باشه و تمام نکات دقیق توش ذکر شده باشه. حتما ازش استفاده بکنید، توی سالنتون داشته باشید و به مشتریاتون بدید. نکات رعایتی قبل از انجام تتو و بعد از تتو برای مشتری ها رو ویدیوشو تو قسمت بعدی درست میکنم که آگاه باشن از حق خودشون و بدونن چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن، چون تتو آرتیستایی هستن که هیچ اطلاعی به مشتریاشون نمیدن. مرسی از نگاه قشنگتون که تا اینجا همراه هم بودید. ممنون میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. ویدیوی ما به سر رسید. سوزن تتو به پوست رسید.